اومدی کار پسر جون؟ نه اومدم کولر مغازه رو ببینم و برم. خب اومدی کار. خب آره همون. که اینطور؟ حالا بگو اینم چقدر سابقه کاری داری؟ فکر کنم حدود یه چند ساعتی میشه. همون اول کار ری تو سابقهش. خیلی خوب آماده شو بری تو کار. خیلی خوب رایدر، فقط به مشتری احترام بذار. غمت نباشه رئیس، اسم دوم من احترامه. تا اونجایی که من میدونم اسم دوم تو دردسره. دردسر. سلام آقا، خسته نباشین. سلام، چیزی نمیخوای که زود بری؟ این دیگه چه مدل خوش آمدگویی بود رایدر؟ رئیس صادقانه بود. داشتی شیر داری؟ اگه خودت پیدا کردی یعنی داریم. یعنی چی؟ پس تو اینجا چیکار میکنی؟ خب اگه شیر بدنی میخوای داریم، ولی اگه شیر مدنی میخوای خودت باید بری پیدا کنی. که در خواب خوش مسیر. رایدر تو دقیقا اینجا چیکار میکنی؟ رئیس مراقبم کسی ازم سوال سخت نپرسه. رایدر الان که فکر میکنم تو برای این شو خیلی خطرناکی. رایدر این خرید رو حساب کن. چشم قربان. خب چی شد؟ قربان دارم ذهنی حساب میکنم. حالا بگو ببینم چقدر شد. هنوز ذهنم لود نشده. رایدر داش این خریدای ما رو حساب میکنی؟ سی جی اینا همه مال خودت داش؟ نه فعلا دور اولمه. داش سی جی تو که اینقدر ولخرج نبودی. اینا که برا من نی، برا اسمو که گشاده. داش تو اومدی خرید کنی یا انبار مغازه رو جا به جا کنی؟ توجه، هر کی امروز چیزی نخره بازم روزش خوب بگذره. رایدر مگه تو مسئول تبلیغاتی؟ نه با خواستم یکم روحیه مردم بره بالا. یه سوال. جانم قربان. امروز دقیقا چه کمکی به مغازه کردی؟ فضا رو شاد کردم. پس من تبریک میگم. چی شده قربان؟ حقوقم آماده است؟ نه تو از همین الان اخراجی. رایدر دا رکورد زدی. چه رکوردی؟ چی؟ اولین نفری بودی که قبل از گرفتن حقوقش اخراج شد.